یک روز شده که هیچ کار نکرده باشی؟ والا با خدا حالی یه ساعت صبح پتر آمدم هیچ کار نکردم حالی امروز. و با چوب زمستان چیز ماندین؟ والله که داشته باشی با خدا که هیچ چیز داشته باشی. 2000 این 2500 صحیح است نه؟ صحیح. و با زمستان خود که مصرف هر چیز دارین انشالله. والله که داشته باشیم با خدا که یا عرض داشته باشیم یا روغن از 10 روپا و 20 روپا میخریم خلاص. این هم پیسه آرد که گفتیم 2500 خانه طبعا خدا که بسیار خوبی کرد. بفرمایید. بسیار میتونین که امروز کار نکنین بریم خانه. والا خوشحال هستم دیگه. سلام کاکا، خوب هستی؟ چه حال داری؟ خوب هستی؟ تو خوب هستی؟ زنده باشی. پشتو نمیفهمی؟ پشتو خود میفهمی؟ خود تو پشتو بگو، ما دری میگم. پشتو این بسیار گدواد است. از ما هم گدواد است. از تو هم گدواد است؟ پشتو یا دری؟ پارسی. خب یاد ما به تو دری یاد میدیم، تو به من پشتو. خوب شد نه؟ خب ما بر شلغم آوردیم، تو بر ما مویای من جور کن. خب میشه؟ نمیشه؟ میشه. خب اول از این بگو که چطور است وضعیت زندگی؟ وضعیت خراب چی میگی؟ والله بیادر چیزی نیست. این خص ما کارم کسی نمیکنه. چی میگی؟ یا والله چند سال است که سمی؟ بسیار 12 سال 14 ساله بودیم که ما سری کسب آمدیم. بیا ورز که سو گته؟ بیا ورز که په خدای سه 100 روپۍ هم ګټم او نیم ګټم. بیا سو کسانی په کور کې؟ والله کور کې ډیر کسان دي. سو کسان؟ یاره 12 کسان دي. 12 کور می چیرې ده بیا؟ کور د غره سر کې ده، پایا څخه ښکارېږي. هغه پایا هغه ځای څه نومیږي بیا؟ خواجه‌جم. خواجه‌جم؟ هغه ته هغه وایي سفید سنگ وایي چې سفید سنگ. پارسي کې کور می خپل ده؟ کور خپل. زما پښتو څنګه ده؟ تا ښه ده. ښه ده که ما همداسې ډارېږم چې زما پښتو خیر د پارسي ووایه زه پوهېږم. ښه نه انشالله پشتو هم غږېږم، فارسی هم دواره غږېږم انشالله. صحیح ده. یک روز شده که هیچ کار نکرده باشی؟ والا با خدا حالی یه ساعت صبح پتر آمدم هیچ کار نکردم حالی امروز. از صبح تا حالا هیچ کار نکردی؟ والله که دستم لگه نمیخشم خود گرفتیم خلاص. خب خواهی ما براتون شلغم آوردیم و دیگه اول بگی که مویای ما چطور است؟ قوی ضعیف؟ خوب خدا خوب کنه. خوب است. یک چک خوب ببین. بسیار خوب نرم خوبه؟ موی نرم خوب می باشه یا که سیموار باشه؟ نه سیمواری چی بکار نیکن خوب. اصل جای از کجاست؟ اصل از لغمان است. از لغمان. والا لغمان شین لغمان برش میگن. شین لغمان. اینجا خانه کرایی است؟ نه. از خود تان است؟ چی بگویم ایمان خود پرخته نمیتونیم. فقط یک خانگک داریم خلاص. و با چوب زمستان چیز ماندین؟ والله که داشته باشیم با خدا که هیچ چیز داشته باشیم. چوب خو فکر کنین 1000 یک خروار چوب میشه، یک 1500 هم بخاری. 2500 نداشتین بخرین؟ نه بابا پیسه از کجا؟ خب خیلی باش. باید 10 روپا و 5 روپا. نه میشه راست می. این ما پیسه چوب بخاری تا میتم. خب خرید تا کمیتی 1000 2000 این 2500 صحیح است نه؟ صحیح. و با زمستان خود که مصرف هر چیز دارین انشالله. والله که داشته باشیم با خدا که یا عرض داشته باشیم یا روغن از 10 روپا و 20 روپا میخریم خلاص. والا بسیار ماشاءالله یک انسان با وجود که مشکلات هم داری خوش‌چهره و خوشحال است. بس خوشحال هر چیزی از طرف خداست. با دست ما و شما نیست. هر چیزی خدا میکنه. خدا
خدا مگم خنده میکنی من خوش میشم انرژی میگیرم راستی باور بازم خنده آفرین این خیلی بگی بیا این تو خنده کده برو ما هم خوشحال شم با کمتنان خدا آدم میبینه خوشحال است آدم انرژی میگیره این هم پیسه آرت که گفتیم دینی مزار خانه طبعا خدا که بسیار بسیار خوبی کرد بفرمایید میتونین که امروز کار نکنین برین خانه والا خوشحال هستیم دیگه اینا فقط داغوش میگیرم تا یک خندک رو میرم دیگه از پیشت صحیح؟ انشاءالله آباد خدا با جوانی تن برکت خدا شما رو زنده داشته خیر باشه یا از شماست خب این توفه است